بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خوش آمدید به یکی دیگر از برگ های بدانه خواهرم. امروز می خواهیم درباره ماه شوال صحبت کنیم. ماهی که بعد از ماه رمضان قرار دارد. ماه شوال ماه پربرکت و رحمت و فرصت گرامی برای تجدید عهد با معبود و پالایش روح پس از ماه رمضان است. گفته شده است که روزه گرفتن در این ماه و پس از عید فطر سنتی است که پاداش عظیم به همراه دارد. یعنی روزه گرفتن در ماه شوال علاوه بر کسب اجر اخروی فرصت را برای تقویت اراده، تزکیه نفس و نزدیکی بیشتر به الله متعال فراهم می کند. گویی با این عمل زنجیرهای از عبادات به یک دیگر متصل می شوند و نور ایمان را در قلب مؤمنان روشن‌تر می سازد. روزه بعد از عید فطر ثواب آن به فرموده پیامبر صلی الله علیه و سلم انصاری رضی الله عنه از ایشان روایت کرده و به روایت مسلم، ترمذی و نسائی ابن ماجه نیز در آمده است که می فرمایند هر که رمضان را روزه بگیرد سپس 6 روز از ماه شوال را در پی آن روزه بدارد کارش مانند روزه گرفتن در همه سال است. همچنین از حضرت محمد صلی الله علیه و سلم نقل شده است کسی که یک نیکی به جای آورد 10 برابر آن پاداش خواهد داشت. پس 1 ماه به اندازه 10 ماه و روزی 6 روز در ماه شوال کامل کننده روزی 1 سال خواهد بود. پس روزی 6 روزه در ماه شوال بعد از ماه رمضان و روزه های واجب آن روزه گرفتن به مدت 6 روز در ماه شوال یک عمل نیکو و مستحب به شمار می رود، اما اجباری نیست. گفته می شود فردی که به این عمل مبادرت ورزد پاداش معادل 1 سال کامل روزه‌دار را کسب خواهد کرد. علاوه بر این یکی از فواید مهم روزه ماه شوال جبران شدن نقصی است که در روزه های واجب ماه رمضان رخ می دهد، چون در بسیاری از اوقات به طور ناگزیر روزه‌دار مرتکب کوتاهی یا گناه می شود که بر روزه‌اش تأثیر منفی خواهد داشت، اما در روز قیامت از اعمال مستحب برای جبران نقص واجبات استفاده خواهد شد. چنانچه ابو داود می گوید که رسول الله صلی الله علیه و سلم می فرمایند نخستین چیزی که مردم در روز قیامت برای آن محاسبه می شوند نماز است. پروردگار عزوجل به ملائکه خود می گوید نماز بنده ام را بنگرید که آیا آن را کامل انجام داده یا نقص دارد. اگر کامل بود کامل نوشته می شود و اگر چیزی از آن کم بود می فرماید بنگرید آیا بنده ام نماز مستحبی انجام داده. پس اگر نماز مستحبی داشت می گوید فریضه بنده ام را با مستحبش کامل کنید. سپس دیگر اعمال نیز بر اساس آن بررسی خواهد شد. همچنین اگر به سایر عبادات مستحبی در ماه شوال علاقمند هستید توصیه میکنیم اعمال ماه شوال را بیشتر انجام بدهید. بیایید بدانیم روزی 6 روز در ماه شوال از چه زمان شروع خواهد شد. 6 روز روزی ماه شوال از روز دوم این ماه آغاز می شود و تا روز 7 شوال ادامه دارد، چون روز اول شوال عید فطر است که در آن روزه گرفتن جایز نیست. با این حال هر فردی می تواند این روزه ها را بر صورت پراگنده یا پیوسته نیز ادا کند، چون پیامبر صلی الله علیه و سلم فقط به روزه گرفتن این روزها اشاره فرمودند و نحو انجام آن را مشخص نکردند. هدف این است که 6 روز از ماه شوال روزه گرفته شود و آنچه مهم است تکمیل 6 روز روزه‌داری است. تا بدانه خواهرم بعدی، الله حافظتان. سلام علیکم و رحمت الله.